سلام. ما یک پادشاه خیلی بامزه و گوگولی داریم در تاریخ خودمون به نام ناصرالدین شاه. این آقای ناصرالدین شاه رو کلا سعی میشه یه پادشاه بامزه گوگولی نشونش بدن که یک سرسره‌ای داشته و حرمسرایی داشته و خیلی عاشق پیشه و شاعر مسلک بوده، شعر میگفته، نقاش بوده، هنرمند بوده، دلنازک بوده و اینجوری بوده دیگه. اما من نمیدونم چه دلیل داره که اصلا اجازه نمیدن که نور بر اون قسمت تاریک زندگی ناصرالدین شاه هم بتابه و کمی روشن بشه که ما بدونیم که ایشون دیگه چی کار کرده. حالا تمام عمرش رو درگیر حرمسرا و جیران نبوده دیگه، بالاخره تو مملکت داری هم باید کارایی کرده باشه، جز این که امیرکبیر رو یکی از لایق‌ترین صدراعظم‌های تاریخ ایران از بین برد و کشتش و جز اینکه خیلی تحت تاثیر حرمسرا و علل خصوص مهدولیا مادرش بود، دیگه چه کار کرد؟ چه خیانت هایی کرد؟ کلا این سلسله قاجار از روزی که اومد تا روزی که رفت، کلا شاید اگه بخوایم که بگیم که نه باید ناعادلانه به تاریخ نگاه کرد، نباید بگیم که اینا هیچ کاری در راستای آبادانی کشور نکردن و خدمت نکردن، شاید کردن، ولی خب ما الان بعد از 103-4-5 سال از انقراض سلسله قاجار هرچی نگاه میکنیم بالاخره به جای آبادانی داریم خیانت میکنیم. اما مسئله‌ای که هست، من امروز میخوام بهش اشاره کنم، یه چیزیه که خیلی توی تاریخ ما مخفول مونده و هیچکی بهش اشاره‌ای نکرده و همچنان هم متاسفانه اشاره‌ای نمیشه. فکر نمی‌کنم در آینده بهش اشاره بشه، خیلی کم اهمیت هست و کم اهمیت که نیست، کم اهمیت جلوه داده میشه. ما این منطقه‌ای داریم در غرب کشور افغانستان امروزی و شرق ایران و البته در خاک افغانستان به نام هشتادان. این منطقه رو اول بگم چرا بهش میگن هشتادان، چون ظاهرا 80 تا قنات خیلی پرآب و خیلی خوب داشته اونجا و به واسطه این 80 تا قنات بهش میگفتن هشتادان. یه دشت مرغوب پر برکتی بوده که مردمانی هم اونجا زندگی میکردن، کشاورزی میکردن و یک جلویی بوده که خیلی هم وسیع بوده و هم بالاخره منبع درآمدی بوده برای ایران و خاک خلاصه حاصلخیز داشته و گفتم که دیگه چندین رشته قنات داشته و به واسطه این قنات ها بالاخره حتما میدونید که هر جا آب هست آبادانی هست و قاعدتاً وقتی در این همچین سرزمینی در یک نقطه مرزی قرار میگیره کشمکشی اونجا وجود داره که حالا این کشور بگه مال منه و اونم بگه مال منه. یه روزی والی خراسان تصمیم میگیره که چند تا از این قنات‌ها که خشکیده بودن رو بیا تعمیر کنه بهشون رسیدگی کنه که دوباره آب به جریان بیفته. وقتی که ادواتشون میاد و اون تجهیزاتشون و اون کارگراشون میان اینا، اون سمت مرز افغان ها و نیروهای مرزبانی افغانستان میان و جلوی اینا رو میگیرن، تجهیزاتشون از بین میبرن و خلاصه ادعای مالکیت میکنن بر این نقطه. دولت ایران به دولت افغانستان اعتراض میکنه و تقریبا یک حالت دیگه خطرناکی پیش میاد و دو دولت روبروی هم دیگه قرار میگیرن. این وسط چون قبلا در قضیه جدایی هرات از ایران انگلستان حکمیت انگلستان پذیرفته شده، دولت انگلستان درخواست میکنه که بیاد حکمیت این کنه و این منطقه رو مرز رو در این منطقه خلاصه بکشن و مشخص میکنن. ژنرال مکلین اگه اشتباه نکنم از طرف دولت انگلستان که وزیر مختارشون یا به عبارتی حالا سرکنسولشون توی مشهد بوده، تعیین میشه که بیاد اینجا و مرز رو بکشه. 1-2 سالی طولش میده، بعد 1-2 سال میاد تو منطقه و از هر دو طرف میخواد اسناد خودشون رو ارائه بکنن. طرف ایرانی 11 تا سند ارائه میکنه، طرف افغانی 10 تا سند ارائه میکنه. این جنرال مکلین سندها رو بررسی میکنه یا نمیکنه دیگه حالا خودش میدونه، اما اسناد طرف ایرانی رو تا اندازه خیلی زیادی رد میکنه و اسناد طرف افغانی رو قبول میکنه. تا اینجای کار که دیگه حالا حکمیت انگلستانه و همیشه هم انگلیس ها در تاریخ طرف مقابل ایران رو گرفتن، هیچ وقت نشده که از ایران طرفداری بکنن. خب اینجا میگه رفتار طبیعی خودش نشون میده.
اما افغان ها اینجا که میبینن وضعیت اینطوریه خیلی خوب میان و ادعاهای جدیدی مطرح میکنن و میگن خب حالا که دیگه تا تنور داغ نونو بچسبونیم، میان و چند تا روستای دیگه کاملا در خاک ایران قرار دارن، یعنی دیگه نقطه مرزی نیستن، 20 کیلومتر توی خاک ایران هستن، روی اینا هم دست میذارن. روستایی که همین الان هم هستن و انسان‌ها همین الان هم سکونت دارن اونجا و دارن زندگی میکنن، مثل فرزنه، مثل گرماب، روی اینا اعدام میکنن و دیگه خب آش خلاصه شور میشه. انقدر آش شور میشه که حکومت هند بریتانیا به امیر افغانستان در اون زمان نمیدونم کی بوده نامه می‌نویسه، میگه بابا دیگه دست بردارید دیگه، حالا این ما طرف شما هستیم ولی آخه این روستایی که تو گفتی، این منطقه‌ای که تو گفتی، این فرزنه، این گرما، بابا اینا خیلی تو خاک ایرانن دیگه، این نمیشه اینجوری، خیلی آشش شور میشه. این مسئله ادامه پیدا میکنه تا جناب آقای ناصرالدین شاه سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان ابن خاقان تشریف میارن انگلستان. فرصتی پیدا میشه در انگلستان که جنرال مکلین خودشو میرسونه به ناصرالدین شاه و باهاش صحبت میکنه و ناصر در مورد این قضیه 80 اینا باهاش صحبت میکنه و ناصرالدین شاه میفرماین که والا افغان ها که چیزی نیستن، ما ترتیب افغانستان رو که به راحتی میتونیم بدیم، اما به واسطه ارادتی که من به دولت فخیم انگلستان دارم حاضرم کل منطقه 80 و قناتاش و زمیناش و تپهاش و انسانهایی که اونجا زندگی میکنم همه رو بدم به افغانستان. ژنرال مکلین اصلا فکر نمیکرده که شاه ایران همچین حرفی بزنه، یعنی به راحتی این منطقه حاصلخیز و مستعد رو تقدیم افغانستان میکنه. یعنی این خبر حالا بشنوید از این که این اتفاق که میفته، خب ناصرالدین شاه ترسی داره از این که این اگه به گوش مردم برسه، این مردم همون مردم میگن که خلاصه این زخم هرات هنوز کهنه نشده، دوباره بیان یه عده قسمتی از خاک ایران رو ببخشه به افغانستان، خب خیلی کار سختیه و اینها. از جنرال مکلین میخواد که آقای جنرال شما این زحمتی بکش، این زمینا و قناتای 80 که دادی بره، دادی به افغانستان دیگه، دادیم و ما مرحمت فرمودیم، یه کاری کن، من از این ملت میترسم، سرزنش هم میکنم، بعدا تو تاریخ مینویسن، اسم 80 تو ایران بنویس. این میشه که یک نام با خط نستعلیق یک 80 داخل خاک ایران مینویسن ولی سرزمین 80 رو میدن بره. همین سادگی اسمش تو ایرانه، خودش توی مرز افغانستان. اینقدر این قضیه واضح بوده، جنرال مکلین بعداً در یادداشتی می‌نویسه که اصلا افغان‌ها هیچ مدرک مستدلی نداشتن. درسته من اونجا مدارک ایران رد کردم، مدارک اینا رو قبول کردم، این مدارک اینا حتی برگه‌های مالیاتی که در ولایت هرات جمع شده بود هم مثلا تاریخ نداشت که از اینا مالیات گرفته بودن و مدارک ایران خیلی مستدل‌تر بود. ولی ناصرالدین شاه به واسطه ارادتی که داشت، حالا این ارادت بوده نمیدونم یه شب بیشتر می‌خواسته توی اون هتل تو لندن بمونه، تو کاخ باکینگهام بوده، کجا می‌خواسته بمونه، پولشو نداشته، یا بالاخره چشمش به زیبارویی از خانواده سلطنتی انگلستان افتاده، دل ایمان خودشو باخته، چی شده نمیدونم، ولی داد رفت. خود جنرال مکلین انقدر تعجب میکنه از این قضیه و اصلا توی دستگاه سیاست خارجی انگلستان اون زمان یک امتیاز بسیار بزرگ به مکلین داده میشه، جایزه بهش میدن، میگن عجب کاری کردی، توی قسمت خاکی از ایران رو بدون خونریزی جدا، چه خاکی، چه قسمتی، چه به همین سادگی این قسمت از ایران جدا میشه. و بعد خلاصه خبر میرسه به سفرای روس و فرانسه. روسیه اعتراض میکنه و میگه حال که دقیقاً عبارتش اینجوریه، حالا که خاک ایران داره اینجوری به تاراج میره و عملاً دو دستی به نه به افغانستان بلکه در حقیقت به انگلستان تقدیم شده، ما هم پس جزیره خارک رو میخوایم. چرا؟ اصلا اولا که 80 اگه قرار باشه دست کسی باشه باید بدید به ما اونجا خیلی چیزتریم، موهقتریم نسبت به انگلیس‌ها. حالا هم که نمیدید به ما، خاک رو بدید حداقل. باز فرانسوی‌ها میگن بابا خاک که مال ماست، حالا که شما دارید خاک میدید ما اینجا هستیم دیگه، اینجوریه که راحت، به این راحتیه که به ما بدید. بله. و چپ و راست این سفارت روس و انگلیس هی به امین السلطان که در صدر اعظم وقت
ناصرالدین شاه از این نامه میزنن و این میگه خاک رو بدید، میگه 89 ما بدید، میگه تیکه ما بدید. خیلی خوشحالم از اینکه گرماب و فرزنه و دربند الان تو خاک ایرانم. خیلی خوشحالم که میرزا رضای کرمانی زد این سلطان صاحب قران رو نکرد که سلطان صاحب قران به تمام دو بشه، که این اگه میشد که الان شاید خاک ما مثلا تا نیشابور بود دیگه، مثلا بعدش نبود. فکر نکنید که اینا فقط در قرارداد ترکمنچای، در قرارداد گلستان و اینها خاک فروشی کردن. اینا در حکمیت انگلستان در این مسئله هشتادان هم خاک فروشی کردن. شاد و پیروز صبرم باشید.